پادشاهی خدا مردی را ماند که بر زمین بذر می افشاند. بذر باید بر زمین فرو رود و بمیرد تا بتواند رشد کند و تبدیل به خوشه های گندم شود. برزگر کلام را می کارد. دانه‌ای که او می کارد دانه فیض و محبت است. او دانه را در قلب ما می کارد تا در زمان مناسب محصول دهد. او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را مهیا ساخته فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت. او شادی در قلب ما می کارد. زمین خشک شادمان خواهد شد. او دهان ما را با شادی پر خواهد ساخت. پس زمین شادی کند، چرا که او بذر نیکو در زمین می کند. خداوند می آید تا به زمین خود رسیدگی کند. او علفهای سمی رو که به بذر خوب چسبیده رو جدا می کند. زمین را با باران رحمت خودش آبیاری می کند تا بذر رشد کرده و برای برداشت آماده شود. دانه گندم باید تبدیل به آرد شود و در نهایت نانی شود تا ما بخوریم و قوت بگیریم. در هر مرحله از رشد گندم برزگر می آید و هر چیزی رو که باعث خرابی و آفت این دانه شده را دور می ریزد. از مرحله کاشت دانه تا برداشت محصول و تبدیل آرد به نان آمدن برزگر اتفاق می افتد. اون برزگر کسی نیست جز خداوند. او مراقب باغ خودش هست و از قلب ما نگهداری می کند.